خب ما بر صحبت اولیمون با آقای بندویی شروع میکنیم. سلام و درود بر شما آقای بندویی عزیز. منم عرض سلام دارم آقای عراری خدمت جناب عالی و همه همکاران که در اجرای این برنامه شرکت دارید و مخصوصا دوستان عزیزانم جناب مولازاده و جناب مولازویی. خیلی خوشحالم که در حال تصادفاً امشب با هم در یک نشست و در یک جلسه هستیم. این باعث واقعا خوشحالی بنده است. خیلی متشکرم. عرض کنم که در ارتباط با مسئله برخوردهای حکومت‌های مرکزی ایران نسبت به مردم بلوچ و بلوچستان، این داستان درازی است. در واقع تاریخ سر دراز دارد. این اصلا برمیگرده به همون دوران حاکمیت پهلوی در است. ببینید مسئله اینجاست، هر وقت یک سیستم ها و یک حکومتگران تمامیت خواهی حکومت بخوان بکنن بر یک جامعه ای که یک رنگ نیست، رنگارنگه، طبیعی است که اونجا اون تمامیت خواهان تمام تلاششون رو خواهند کرد که آنهایی که هم رنگشان نیستند با سیاست و با زور و با هزار تهدید و هزار بیچارگی هم رنگسازی و همسانسازی اجباریشون بکنن. اون اصطلاح معروفی که به اصطلاح اسیمیلیشن معروف رو میگن. در ارتباط با جامعه بلوچ و بلوچستان هم دقیقا همین مسئله از همان ابتدای حاکمیت پهلوی بگیریم که عمدتاً در آن زمان مسئله مذهب زیاد برجسته نبود، ولی در جنبه‌های دیگر از نظر زبان و از نظر فرهنگ و از نظر هنر و از نظر مسائل اقتصادی و بخصوص متوجه هستیم بودیم که جامعه بلوچ سرشان به کدام گوشه های کشورهای همسایه نرفته و نرسیده، فقط به خاطر اینکه تیکه نون برای خودشون در می‌آوردن. چرا که وقتی که میرفتن وارد شهرهای دیگه‌ای که به قول بسیار از بلوچ‌ها، من وقتی بچه بودم یادم میاد خالد زاهدان که میشد میگفتن ایران، بسیار از بلوچ‌هایی که همون زمان میرفتن به شهرهای دیگه‌ای که به قول اونها میگفتن میرفتیم ایران، تحقیر میشدن، تحقیری که در واقع به شکل سیستماتیک از سوی حکومتگران شکل میگرفت، نه اینکه مردم عادی با مردم عادی بلوچ مشکل داشتن بذارن. آنهایی هستند که به هر حال میخواستند از آنچه که به عنوان ابزار در دستشون بود برای ایجاد نفاق، برای ایجاد کینه و دشمنی استفاده بکنن. من سخن رو کوتاه بکنم به این شکل که وقتی که جمهوری اسلامی اضافه شد، این تمامیت خواهی به بعد مذهبی هم به خود گرفت و باعث شد که به هر حال از جنبه‌های مختلف مردم بلوچ از همشون، از همه قشر و قماش به عنوان غیر خودی در این سیستم باشند. و یکی از سیاست‌های بسیار جا افتاده که با 1001 دلیل قابل اثبات هست توسط حکومتگران سابق و کنونی استفاده میشه و بالخصوص حکومت کنونی که حکومت فرقه‌گرای مذهبی هست، حذف فیزیکی مردم بلوچ بود. چرا که این حکومتگران مردم بلوچ را آنچنان که هستند نمیخواستند. اینها فقط سرزمین بلوچستان رو با امکاناتی که داشت میخواستند. سرزمین بلوچستانی که انگلیس ها در واقع قاصر بودند، این بخش غربی بلوچستان منظورم هست، قاصر بودند از تصرفش، ولی نهایتا وقتی که شکست خوردن با همکاری قاجاریه در واقع این بخش از بلوچستان رو انگلیسی ها تحویل قاجاریه دادند. داستان درازی است، قضیه تاریخی 1870 بود برای قاجاریه اومد و چه مصیبت هایی سر اون مردم وجود اومد که کلمه قجر از آن زمان تا کنون هنوز به زبان مردم بلوچ هست. اما بعد از جنگ جهانی اول و وقتی که بلوچ ها در واقع از حاکمیت اونجا رو در دست خودشون گرفتن، باز هم متاسفانه باز هم انگلیسی ها به کمک حکومت های مرکزی ایران اومدن و پس از اینکه یک کودتایی بر علیه اون انقلاب مشروطیت در ایران انجام داده بودند، سیستمی را آوردن که برای همه میدونیم سیستم پهلوی که از رضا شاه پهلوی در واقع از سه قشون حمله کرده، از سه قسمت، از سه زاویه حمله کرده بلوچستان و در واقع به قول خودش جمله‌ای که مطرح می‌کند میگوید که بلوچستان رو به تصرف در آورد. از آن زمان به بعد همیشه تلاش این بوده است که به شکل فیزیکی حذف کنند. حالا
چه بهانه‌های مختلفی باشه برای اینکه بلوچ‌ها رو خودشون رو بدون همدیگه بندازن به شکل قبیله و طایفه و حمایت کردن از این طایفه بر علیه اون یکی دیگه، و چه در ارتباط با اختلافات فرهنگی بین نمیدونم بگیریم سیستان و مکران و زابل و فلان، و چه بگیریم حتی در دوران جمهوری اسلامی دعواهایی که بین انسانهای بلوچ‌هایی که به هر حال به شکلی مذهبی بودن و کسانی هم بودن که ضمن احترام به مذهب افراد مذهبی بودن، از این کانال ها در واقع اینها استفاده کردن برای اینکه این مردم رو تضعیف کنند از جنبه های مختلف. شما خودتون های عراری شاهد هستید. من متاسفانه حضور ذهن برای اسامی ندارم، ولی خانم دقیقه یادم نمیاد، ولی فکر کنم معاون جناب آقای روحانی بود، ایشون اعلام کرد که روستاهایی در بلوچستان بدون مردند، چرا که مردهاشون اعدام شدن. کاملا طبیعی است وقتی که همچنین سیاستی باشه که علاوه بر اینکه بلوچ‌ها رو خودشون اصلا میدونید آقای بندوی، شما میگید روستاهایی از بلوچستان، حتی روستاهای بلوچی که در خراسان هست، من الان اسامیشتون ذهنم هست، اشکست و خیرآباد، جمعیت غالب مردان یا کشته شدند یا فرارین یا در زن و در فقر مطلق به سر میبرن. من عمدن این اسما رو آوردم. دو سه روستای پر جمعیت بلوچنشین در جنوب خراسان، بماند از آنچه که در بلوچستان خانم جوانمردی بود که جوانرودی بود، کسی اینو اشاره کرد. آیه بندوی عزیز، شما همجوری که اشاره کردید به تاریخ مظلوم این مردم بلوچستان و شرایطی که ما در بلوچستان دیدیم و شاهدیم، اصلا قطع نمیشه این، چه در اونهایی که در سواحل دریا هستن، چه اونهایی که بالاخره در حواشی مرز هستن، چه اونهایی که در کوهستان‌ها و صحراها و کویرها هستن دارن زندگی میکنن. هر روزی به یک عنوان داره بر اینها ستم میشه. حالا بماند از این که تغییر جمعیتی رو هم در این مناطق شروع کردن. خب شما سالیان سال به عنوان یک فعال سیاسی بلوچ در خارج از کشور در انگلستان هستید و فعالیت میکنید، میخوام ببینم که در این سالها مثلا آقای ملازاده اشاره کردن که از جریان وبلاگ نویس، اولین وبلاگ نویس آقای یعقوب مرنهاد که اعدام شد، که حالا در موردشون صحبت خواهیم کرد، فعالیت های شما مختصرا چگونه بوده و ارزیابیتون از رسانه هایی که ادعای حقوق بشر دارن، رسانه ها، مجامع حقوق بشر و تحت پوشش قرار دادن این مظلومیت ها چگونه است؟ بفرمایید. عرض کنم اجازه بدید قبل از اینکه به موضوعی که فرمودید من اشاره داشته باشم، اینجا اسم سلمان میایی اومد و به هر حال آقای بهرامگین به همین شکل. در ارتباط با سلمان میایی من فقط یک نکته رو خواستم اشاره کنم، به دلیل اینکه من اینجا با یکی از دوستان بسیار نزدیکش یه ارتباط داشتم، آشنا شدم. ازش پرسیدم این برای بچه‌هایی که 16 نفری که واقعا صبح روز بعد از اون اتفاقی که سر مرز سراوان افتاده بود اعدام کردن، شما کسی رو میشناسید که اتفاقا ایشون اسم آقا میایی رو بود؟ گفتم خب جرمش چی بود؟ گفت که ایشون هیچ جرمی نداشته جز این که این رو گروگان گرفتن به خاطر اینکه برادرش فعال سیاسی بوده و بهش گفتن که اگر چنانچه برادرت بیاد ما شما رو آزاد میکنیم. دقیقاً عین همین داستان در ارتباط با محمد صابر ملک رئیسی است که در واقع این جوان هم که یک واقعا کودک بود زمانی که دستگیرش کردن به جرم در واقع به این که گروگانش نگهش داشته باشن که برادرش که اونجا نیست و یک فعال بر علیه رژیم بوده اون بخواد برگردونه. میخوام بگم که درجه قانون شکنی های این حکومتگران در بلوچستان بر علیه مردم بلوچ حد و مرز نداره، در واقع هیچ نوع استانداردی وجود نداره که اینها بخوان رعایت بکنن و داشته باشن این قضیه رو. یه اشاره هم شما داشتید در ارتباط، البته خود شما باعث شدید خواهش می‌کنم بفرمایید. فرمودید که اون مسائلی که توی نزدیک بیجن اونجا اتفاق افتاده بود یه دردی تازه شد و اون درد اینه که ببینید به خاطر اینکه بلوچستان وسیع هست، زمان رضا شاه قسمت‌های از بلوچستان رو تحت عنوان این که بذار زودتر آباد بشه و مردم زندگیشون بهتر بشه گذاشتم جز خراسان، یه بخشی رو دادم به کرمان از جمله زیرو، یه بخشی رو دادم به استان هرمزگان. الان در واقع بدترین نوع زندگی رو همون بخش از مردم بلوچی دارن که جز در استان هرمزگان هستن و در استان کرمان هستن. من حداقل چیزهایی در ارتباط با بخش خراسان ندیدم، ولی در ارتباط با اینا خود رژیم معترفه
با توجه به عکس‌ها و شواهدی که داره نشون میده که زندگی این مردم صدها برابر باز بدتر از زندگی اون بخش از مردم بلوچی است که در بلوچستان زندگی می‌کنه. بگذارید از این مسئله و برگردم به اون نکته که شما فرمودید. ببینید نیروهای آگاه، نیروهای روشنفکر و مسئول بدون در نظر گرفتن اینکه خواستگاه فکریشون چی باشه، حالا اسامی رو به کار میبرن، بعضی‌ها لغاتی رو به کار میبرن، روشنفکران مذهبی، روشنفکران غیر مذهبی، برای من فکر میکنم اصلا این معنی نداره، به دلیل اینکه آن کسی که درد را میبیند و در مقابل اون دردمندان نمیتونه ساکت باشه، در مقابل تبعیضاتی که در واقع این حکومتگران بر علیه انواع مختلف این مردم، فرق نمیکنه چه قشر و قماشی باشن، اعمال میکنند، در واقع این مردم، این روشنفکران ساکت نمیمونند و با انگیزه‌ای که دارن در قبال این نوع حکومتگران به مبارزه برخواهند خواست. در حال خودتون من مطمئنم سنتون قد میره، به هر حال زمانی که جمهوری اسلامی اومد چه واقعا در منطقه بلوچستان به وجود اومد، چه جوانهایی واقعا اعدام شدن در همون ابتدای کار که جمهوری اسلامی اومد. خب طبیعی است به هر حال یه تعدادی که به زندان‌ها افتادن، تعدادی هم که به هر حال اعدام شدن و یک تعدادی هم تونستن از اونجا به هر حال به خود تبعیدی دست بزنن، خودشون رو برای حفظ جان خودشون رو تبعید بکنن. من میتونم ادعا کنم که بخش بسیار وسیعی از آن کسانی که خارج از بلوچستان به هر حال تونستن جان خودشون رو نجات بدن، هرگز نتونستن یاد آن عزیزانی را که به اتفاق همدیگه بودند و از دست دادند، پای چوبه دار رفتند و حتی پول گلوله ها رو جمهوری اسلامی از پدر و مادران فقیر اونها میگرفت تا اینکه برای بعضی‌ها خوششانس بودن جسدهاشون رو میدادن، برخلاف آنکه این 16 تا جوانی که الان صحبت شد حتی جسدهاشون رو هم تحویل ندادند و پدران و مادران را در واقع یک حقی است که اصلا در دادگاه‌های بین‌المللی این مسئله واقعا قابل پیگیری است، محروم کردند از اینکه یک آرامش فکری بگیرند، آرامش خیالی داشته باشند این پدران و مادران عزیزان که به هر حال یک خداحافظی با اون اجساد این عزیزان شهید خود کرده باشند. بنابراین اون بخشی که بیرون آمده بودند به شکل‌های مختلف تلاش داشتند که حداقل اگر کاری دیگه نمیتونن بکنن، چون دور از اون جایی هستند که میتونستن شناگری باشن در اون جای خود، حداقل بتونن به عنوان یک پیام رسانی باشن به جوامع بین المللی، به برحال اون مجامعی که به شکل‌هایی در ارتباط با مسائل حقوق بشر فعال هستند و میفهمند آنچه را که در بلوچستان بر علیه بلوچ و مردم بلوچ میگذرد آنها را منعکس کنند و نهایتاً شکلگیری تشکلات سیاسی مختلف، تداوم همان گونه حرکت‌هایی بود که هر کدام با انگیزه‌های به هر حال مسئول این کارا بودند. در نتیجه میخوام اینو بگم که با وجود اینکه ارتباطات در زمانهای گذشته واقعا به شکلی نبود که الان هست، که میدونیم الان ارتباطات واقعا با فشار دادن یک انگشت روی دکمه حتی موبایل، تلفن موبایلتون، تلفن همراه و کامپیوترهای دستتون هست، راحت میتونن انسان‌ها با هم دیگه ارتباط گیری کنن، همچنان که همکنون هستیم. ولی حتی در همان زمان هم با وجود اینکه ارتباطاتی نبود، اما اخباری بود که به دست ما میرسید، اینور به فعالین بلوچ میرسید، این اخبار رو به شکل‌های مختلف در بعد جهانی مطرح میکردن و اما متاسفانه همچنان که همکنون هم شاهد هستیم، رسانه‌هایی که به هر حال به شکل‌های مختلف یا با رژیم جمهوری اسلامی همکاری داشتن، به شکل‌های مختلف عرض کردم، و یا اینکه به هر حال تفکرات تمامیت خواهانه‌ای که باعث میشد مردمان ایران رو به خودی و غیر خودی تقسیم کنند، متاسفانه آنچه که بر بلوچستان میگذشت جز غیر خودی ها به حساب می‌آمد و در رسانه هایی که مربوط به بخش بزرگ از اپوزیسیون ایران بود مسائل بلوچستان منعکس نمی‌شد. من امروز متوجه شدم به یک جایی در واقع داشتم خوندم، رسانه های همکنون اپوزیسیون، با تمام احترامی که من به خانم ستوده دارم، واقعا بی‌نهایت انسان ارزشمندی هستند ایشون،
نامه ای رو که نوشته بود در داغ این که نتونسته بود در جشن تولد دخترش حضور داشته باشه نوشته بود. رسانه‌ها اینها رو پخش کردن در حد بسیار وسیع، کار خوبی هم کردن. اما آنچه را که بر علیه جوانان بلوچ در بلوچستان میگذرد ببینیم چقدر منعکس میکنند. اشاره شد اینجا روزی نیست که جوانان بلوچی به خاطر اینکه بتونن لقمه نانی در بیارند و به هر حال پاسخگوی شکم و به هر حال لباس و پوشاک بچه‌ها خودشون، کسانی که به هر حال مسئول هستند، حالا یا بچه‌ها خودشون یا حتی برای پدران و مادران خودشون یا حتی عزیزان دیگه‌ای که ندارند و به هر حال تحت مسئولیت اینا هستند، چاره‌ای ندارند جز این که به هر حال اقدام به سوخت‌بری کنند. همچنان که کردها به کولبری معروفند، بلوچ‌ها به سوخت‌بری معروفند متاسفانه. و روزی نیست که به هر حال این جوانان در آتش دود همون سوخت‌هایی که در واقع میبرند شاید از آن طرف با فروش اونها بتونن چیزهایی برای عزیزانشون برگردونن، در همان شعله همان سوخت نسوزند و برای داغدار نکنند فرزندان خودشون رو. بنابراین دردها میگم زیاده. شما اشاره کردید که نمیخوان ببینند و ما رو خودی و غیر خودی کردن. آیه بندویی، مطلبی رو شما در مورد سلمان میایی ذکر کردید. خدا رحمت کنیم بزرگوار این شهید جوان و مظلومی که در چابهار بود. خانواده و فامیلای ایشون با من تماس گرفته بودن و از این مظلومیت و همین گروگانگیری که شما میگید بارها اشاره کردن. اما دست ما به عنوان یه رسانه چی برمیاد؟ من و شما همه مثل هم هستیم، چه بسا شما در شرایط خیلی بهتر. و اشاره هم کردید به بحث خودی و غیر خودی. امروز هم دیدم تصاویری فرستاده بودید از تظاهرات دوستان بلوچ ما در جلوی پارلمان سوئد در اعتراض به همون اعدام‌های سال 1392 4 آبان 1392 آقای بولیدی و دیگران. این سوال برای من مطرح میشه: آیا این امکان نیست با توجه به اعتراف صریح مرضیه که گفت ما اینا رو به انتقام و تلافی جویانه کشتیم، پرونده‌ای لایحه‌ای به دادگاه لاهه علیه این جنایتکار حداقل که علنی شده ارائه بشه و اینها رو به پای میز محاکمه جهانی کشونده بشه که حداقل ما بتونیم یک سرصدایی بکنیم؟ در خدمت شماییم. ببینید، در ارتباط با رساندن شکایت به دادگاه لاهه معمولا از تشکلات سیاسی یا افراد و شخصیت‌های سیاسی شکایت قبول نمی‌کنند و کسی که باید به دادگاه لاهه شکایت بکند باید کشوری باشد که عضو سازمان ملل هست. و طبیعی است فعلا با توجه به اینکه بسیاری از دولت‌هایی که به هر حال در همسایگی ایران هستن به شکل‌های مختلف یک سری همکاری دارن و این گونه مسائل رو فعلا در شرایط کنونی متاسفانه دولت‌های منطقه این کار رو نمی‌کنن شکایت بکنن. اما از نظر حقوقی واقعا اعدام انتقام جویانه توسط یک حکومت، توسط یک سیستمی که در واقع تمام سرنوشت کشور در دست اون هست، یک اقدام بی‌نهایت غیر قانونی، غیر حقوق بشری و بسیار مجرمانه است. یعنی هر دادگاهی در هر کجا بخواد رسیدگی بکنه، کسانی رو که مرتکب چنین جنایت‌هایی میشن به اشد مجازات محکوم خواهند شد. در پاسخ به این قضیه دقیقا همین که عرض کردم، متاسفانه دادگاه لاهه در این رابطه اقدامی نمیتونه انجام بده مگر اینکه عرض کردم یک دولتی شاکی این قضیه باشه و امیدواریم که به هر حال برسد روزی که دولتی بتونه واقعا مدافع حقوق انسان‌هایی باشه که جمهوری اسلامی به شکل‌های فجیعانه که روی اون تخت‌های معجزه میبره از اونجا هر آنچه را که میخواهد اعتراف میگیره، اعتراف‌های اجباری و چه به هر حال کشتارهای فجیعی که به این شکل این 16 تا جوان واقعا بیگناهی که به این شکل اعدامشون کردن و به هر حال زندان‌هایی که هم اکنون مملو هستند از جوانان و از انسان‌های فعالی که دفاع از حقوق انسانی میکنن، دفاع از حقوق بشر میکنن، بتونن واقعا این مجرمان رو، این جانیان رو محاکمه کنن. امیدوارم که همچین روزی برسه. بله. خب آقای بندویی، گزارشی بدید از بالاخره تظاهرات دوستان بلوچ ما و همراهان اونها در امروز در جلوی دادگاه لاهه، در جلوی پارلمان سوئد.
این یک در واقع همان زمانی که این 16 تا جوان به شکل انتقام جویانه توسط آقای محمد مرضیه اعدام شدن صبح روز بعد از اون اتفاقی که افتاده بود، برحال تشکلات سیاسی که خارج از بلوچستان ایران بودند مسلماً به دنبال این بودند که یک اعتراضی در ارتباط با این حرکت‌های نابجای جمهوری اسلامی انجام دهند و این بود که حزب مردم بلوچستان به همراه اون تشکلات سیاسی دیگری که در کنگره ملیت‌های ایران فدرال بودند به اتفاق همدیگه در اعتراض به این جنایت در جلوی پارلمان سوئد که در استکهلم هست این تظاهرات رو در واقع که برای من لینکشو فرستادم، امیدوارم البته طولانی بود مطمئنم موفق نشید همشو. نه من متاسفانه نتونستم آماده بکنم، ولی انشاءالله در فضای اجتماعی پخش خواهیم کرد که اونجا در واقع از انسانهای مدافع حقوق انسان از فارس گرفته تا کرد تا ترک تا عرب رفته بودن اونجا و در واقع به شکل‌های مختلفی اعتراض خودشون رو به گوش جهانیان از این به این طریق رسونده بودن و یک تظاهرات نسبتا موفقی بود. ببینید چیزی که در واقع بیشتر باعث اتحاد قشرهای مختلف و نیروهای مختلف چه در یک جامعه چه در جامعه مختلف باشه اونه که دردی مشترک باشه. وقتی که جمهوری اسلامی اقدام به این گونه فجایع میکنه، انسانهای بیگناهی رو فقط به خاطر اینکه به اصطلاح یه دق دلی به قول معروف خالی بکنه روی یه انسانهای دیگه به این شکل بخواد اعدام بکنه، دل هر انسانی رو به درد میاره و اینجاست که افراد مختلف در چنین حرکت‌هایی که به این شکل اتفاق میفته همبستگی خودشون رو اعلام میکنن و انزجار خودشون رو مطرح میکنن به شکل‌های مختلف بر علیه جمهوری اسلامی. خب اینجا یه امیدواری داره که واقعا شما هم اشاره کردید که گروه‌های دیگه هم همراه عزیزان بلوچ ما شدن برای همدردی و اعتراض و بدون این همراهی من یقین دارم که ما آینده خوبی نداشته باشیم. باید همه همدیگر رو درک کنیم، همان گونه که ما این بستر رو برای همه ایرانیان باز کردیم از مظلومیت‌های اونها، دفاع‌های اونها، دفاع از اونها هم در هر جایی که شرایط میشه همراه ما بشن و ما بدونیم. ما اصطلاحی داریم بیرجندیان میگیم برای کسی بمیر که برات تب میکنه، یعنی این حداقل انتظار ماست که احساس بکنن که ما بالاخره نیاز داریم به این همدردی، نیاز داریم به این همراهی. و گله من واقعا از تمام این رسانه‌های جهانی، از تمام این مجامع حقوق بشری که چشماشون این چنین ظالمانه، این چنین مزورانه بر ستم‌هایی که بر جامعه ما به کثرت و فراوانی و هزاران هزار رسیده بستند، اما وای به حال این که به قول کسی میگن که در چشم خودش شاخ داره و خار رو در چشم دیگران میبینه. آیه بندوی با در خدمتون خواهیم بود در پایان برنامه. آیه بندوی چون وقتمون به پایان رسیده و من هم ببخشید اگه صحبتاتون رو قطع میکردم میان صحبتات، 1 دقیقه 1.5 دقیقه فکر کنم 1 دقیقه بیشتر وقت ندارید. دوست دارم یه مطلبی دارید که خودتون مورد نظرتون هست بفرمایید. شما اینجا در واقع شهید مرنهاد شد، جا دارد من فکر می‌کنم از آقای سخی بگم یک یادی بشه که ایشون به عنوان یک وبلاگ نویس در واقع طولانی ترین زندانی رو به یک وبلاگ نویس در ایران، نه تنها در ایران بلکه در جهان، فقط به جرم وبلاگ نویسی دارن که آقای سخی بگی باشن، مدت‌ها زندان بوده. اخیراً فکر می‌کنم به هر حال مسئلهش مطرح شده که به اصطلاح مثلا آزاد بشه، فکر می‌کنم ولی هنوزم نگرش داشتم. این یک نکته بود که خواستم مطرح کنم، چرا که فراموش نکنید یعقوب مرنهاد در واقع اولین وبلاگ نویس اعلامی جهان مطرح است، ثبت شده. نکته آخر این که مردم بلوچ و مردم بلوچستان در واقع آزاد نخواهند شد مگر اینکه مردم فارس، مردم کرد، مردم عرب، مردم ترک و ترکمن و برای همه اونهایی که در داخل ایران هستند، مهم نیست داره چه هویتی هستند ولی به عنوان انسان باید داره حقوق برابر باشند، آن وقت آزاد خواهند بود همه. و اگر چنانچه یک بخشی از ساکنان ایران، یک بخشی از اقشار این جامعه بزرگ ایران بخواهند به اصطلاح خود را برتر از دیگران بدانند، مطمئن باشید که اسیرترین در واقع گروه آن انسان خواهد بود، همانی که خودش را برتر از دیگران می‌داند.
یعنی اینکه آزادی هیچ کدوم بدون آزادی دیگران امکان پذیر نیست و برای همه باید متحدن در مقابل این سیستمی که ماهیتی جز تبعیض و جز تجاوز به حقوق دیگران نداره، باید متحدانه بر علیه این به پا خواست و یک سیستمی رو در واقع روی کار آورد که انسان‌ها برابر باشند و هیچ کسی به حقوق دیگری تجاوز نکنه. خیلی متشکرم.